در نتیجه تصمیم گرفتم که یه پاسپورتی رو در کنار پاسپورت ایرانی خودم داشته باشم که سهولت برای سفر رو برای من در واقع به وجود بیاره که خب این اتفاق هم انشالله از این بعد خواهد شد. خدمتتون عرضم که من به واسطه شرایط شغلی که دارم در سطح بین‌المللی نیاز دارم که در واقع در ماه چندین سفر بین‌المللی رو انجام بدم. تا به امروزم که در خدمتشون هستم، قبل از دریافت این پاسپورت من 71 کشور جهان رو سفر کردم، ولی چیزی که وجود داره همیشه مسئله ویزا دغدغه اصلیمون بوده که ما به بعضی از کنگره‌های جهانی، به بعضی از سمینارها، به بعضی از رویدادهای جهانی نمی‌رسیدیم. در نتیجه تصمیم گرفتم که یه پاسپورتی رو در کنار پاسپورت ایرانی خودم داشته باشم که سهولت برای سفر رو برای من در واقع به وجود بیاره که خب این اتفاق هم انشالله از این بعد خواهد شد. من خیلی از شرکت‌ها رو قبل از اینکه با شما آشنا بشم در واقع باشون ارتباط برقرار کرده بودم، ولی خب رزومه شرکت شما شرکت رزومه خوبی بودش و ما اعتماد کردیم. خیلی هم خوب خدمت جناب آقای ارسلان بودیم و مراحلمون خیلی راحت و عالی و خوب و سریع هم پیش رفت. خدا رو شکر. حتما البته بریم بیشتر باهاش سفر بکنیم، بعدش شاید بهتر بتونم نظر بدم، ولی بله برای اینکه بخوان این در واقع شهروندی رو اخذ بکنن، من فکر میکنم دومینیکا بتونه گزینه خوبی باشه و لول ایمیگریشن میتونه در واقع گروهی باشه که بتونه این کار برای حالا هر کسی که مثل من نیاز داره انجام بده. ببینید امروز در حالا کشور ترکیه، دبی یا کشورهای مختلف شرکت‌های خیلی زیادی هستن که دارن تبلیغ میکنن برای اخذ شهروندی حالا حوزه کارایی، ولی خب من پیشنهاد میکنم دوستانی که میخوان کار انجام بدن حتما با شرکت‌هایی انجام بدن که رزومه و بک‌گراند کاری دارن. برای خود من امروز پاسپورتم رو دریافت کردم و خب این رو من قطعا اگه بخوام به هر کدوم از دوستان خودم پیشنهاد بدم، قطعا اینجا رو پیشنهاد میدم که برای خود من این کار انجام شده، یعنی دیگه شک و شبهه‌ای داخلش نمیمونه. بله من از فرایند در واقع مسیر این کار با لول ایمیگریشن واقعا راضی بودم. همه چیشون سر حالا ممکنه تایم به واسطه شرایط داکیومنت ها بالا پایین بشه، خب اینا هم طبیعیه، ولی مهمترین بخش رزالت این قضیه است که انجام میشه و خوب هست. من به همه دوستان پیشنهاد میکنم.